دسر شهری و فرنی از اون دسراست که برای هر کی درست کردم خورده و عاشقش شده. شهری ها رو خورد میکنیم، با کره مخلوط میکنیم، هم میزنیم تا رنگشون یه کمی تیره بشه. گردوهای خورد شده و پودر هل هم اضافه میکنیم و خوب مخلوط میکنیم. زیر شعله رو خاموش میکنیم و میذاریم کنار. شهریه رو میتونین از لوازم قنادی فروشی ها تهیه کنین. شیر و آرد و برنج رو قاطی میکنیم. شکر، گلاب هم اضافه میکنیم، خوب هم میزنیم. زیر شعله رو روشن میکنیم. دونتون هم میزنیم تا ته نگیره. وقتی به این غلظت رسید شعله رو خاموش میکنیم و میذاریم کنار. داخل گیلاس ها یه لایه از فرنی رو میریزیم. لایه بعدیش رو شهریه میریزیم. روی شهریه ها عسل میریزیم. میزان شیرینی این دسر به خودتون بستگی داره. لایه آخرم شهریه و پودر پسته میریزیم. روی شهریه رو میتونین با هر پودر مغزی تزیین کنین. 2 الی 3 ساعت میذارین داخل یخچال بمونه و بعد سروش میکنین.